خدا شاهد است ما چندی بار تصمیم گرفتم که از خاطر از این فقر بیچارگی ناداری ما خودکشی بکنم. یعنی این اشک خوشی دیگه حتما. که اشک خوشی مدد بسیار وقت میشد که ما 500-1000 بالا پیسه رو نگرفتم. سلام خاله جان، خوب هستین؟ بسیار بخشین یکم تشنه شدیم، یک گلاس هوا اگه بیارین. چرا نه؟ خیر بینی خاله جان، پیش ما پیسه مایده هم نبود که پس تا خانه می رفتم. پیسه مایده چی که پیشم پیسه نبود، پس می رفتم. خیر ببینی هوام گرم، تشنه شده بودم. خیر بیادرم، اگر مشکل زیاد است امروز ما از تو بهتر مشکل دارم. خیر 100-200 روپه ما امروز کار کردیم، کالاشویی کردیم خانه همسایه، امروز برات میارم. مشکل تر شد، خیر از خانه ما بلد هستی، باز بیارش باز برم. والا اگه کار کنی خیلی خوب میشه خاله. خیر گفتی کالا ششتی؟ بله بله. خیر 200 روپه با ما بیار که مشکل و مال شما براتون پس میارم ان شاء الله. چرا نه بچه من میجا باش میبرم. خیر اینو بیارم. ما می فقط پیسه کالاشویی که دیگه همسایه کالاش داشتیم، پیسه شبرم دادم. وضعیت خیرم. خب چند نفر هستین در فامیل خاله؟ 6 نفر هستیم بیادر. میشه داخل ببینیم وضعیت خانه تونه؟ ببین چرا نه حتما ببین. که ما کامرا هم هست، مشکل نیست؟ نه خیلی چه مشکل باشه ببین. تشکر از شما که البته پیسه رو دادین بر ما و آب دادین. خیر تشکر برادر. میشه که در ارتباط با وضعیت اقتصادی تان بگین چند نفر هستین؟ بیادر وضعیت اقتصادی ما را که اینا فعلا خودت میبینی که در چی حالت زندگی میکنیم. خدا شاهد است ما چندی بار تصمیم گرفتم که از خاطر از این فقر بیچارگی ناداری ما خودکشی بکنم. دیگه بسیار سخت است بر ما از این پیسه دکان نظمی همیشه وقت اندکترین چیز میارم. این فعلا 10,000 روپه تنها قرض دکان شده سر. دیگه ای که شب روز چه قسم تیر میکنم باور به خدا بکنین، نه یک روغنی، نه یک آردی، نه یک برنجی، هیچی خدا در خانه نداریم بخور. ما شوهرتون؟ شوهرم رفت طرف ایران. این از طرف ایران که رفته دیگه میچوالش ندارم که زنده است مرده است هیچ خبر نداده بود. زنگ چی هم نزده بود؟ یک بار برام زنگ زد گفت ما رسیدیم در ایران است. دیگه بعد از اونم برام هیچ زنگی نزد. خب دوستان عزیز، متاسفانه است به مثل مادر بزرگوار شاید اکثریت خانواده دیگه باشه که شرط بسیار سخت اقتصادی متاسفانه اینا به سر میبرن. یادتان از دیشب چی خوردیم؟ دیشب اگر راست شه بگیم تفلکایم یک نان خشک همراهی یک گلاس چای خوردن، دیگه خودم هیچی نخوردم. خدا شاید از زیاد کوشش میکنم که سر حال باشم اما نمیتونم. بسیار برام سخت دردناک است واقعا. یک نفر یک شوهرش در خانه نباشه چه قسم خود. شما مثلا چی میتونین بکنین در بخش مثلا اگر به شما فارم مرغ جور شوه یا مثلا ماشین خیاطی از این کارا میتونین بکنین؟ فارم مرغ درست میتونم پیش ببرم اما ماشین خیاطی هم امکانش دارم، میتونم کم کم که دستم میگرده میتونم یک کم کار کنم سرش. خیلی خوب است. پس عزیزا حتما میبینن این خواهر بزرگوار بتونیم انشالله دستگیری کنیم، کمک کنیم و برشان یک فارم مرغ یا یک ماشین خیاطی بگیریم یا ای که حتی ماشین لباسشویی برشان بگیریم که اینا از همسایه لباسایشان بیارن اینجا بشورن و دوباره پس برشان ببره، یک عاید برشان نسبی پیدا میشه انشالله. خب شما در ارتباط با مسئله خودکشی گفتین نه که میخواستین خودکشی کنین، دلیل خودکشی چی بود؟ چون جان انسان خیلی برادر شیرین میباشه دیگه. بیادرم به خاطر از اینکه خوب صحیح یادم میاد زمستان بود، هوا هم سرد بود، ما 20 افغانی داشتم رفتم بیرون امورا تیل گرفتم از بازار. به خاطر یک زندگی بسیار سرم سخت طاقت فرسا دیر میشه، امورا گرفتم تیل خریدم آوردم در خانه بر خود سر خود انداختم. ما با زمو همشیریم از زنگ زدم گفتم بیا
که من مشکل دارم اینا تو حق تا برام حلال کن همین تفلکا را پیشتان بگیریم. و این تفلکای شما گیره نمیکرد اینا رو؟ اینا وقتی که پشت برسی مرا میزن بسیار چیق و فغان میکردن گریه که مادر جان نکو خیر مادر جان. من دیگه واقعا برام تصمیم گرفتن سخت شده بود. باز با همشیره من که زنگ زدم گفت درست است تو صبر کن تا که ما بیایم تفلکای تو را تسلیم شویم بعد از بازار چی میخواید بکن. بعد از که همشیره آمد من آماده بایی بودم که دیگه خدا در بدم. باز زیاد سرم قال مقال کرد و امرای سیلی مرا زد گفت که نکن تو وقتی که پدر ندارن مادرم ازشان میگیری دیگه. واقعا برام سخت بود. در سنه یکی یادم میاد بسیار درد میکشه. واقعا خیلی سخت است ولی رای چاره خوار بزرگواری نیست. شما باید با همت با مو شجاعتی که دارین انشالله از تفلکایتون سرپرستی کنین و این کار صحیح نیست. خداوند ناراحت میشه دیگه تصمیم نگیرین. البته 200 افغانی که بر من دادین خداوند متعال 200 افغانی اینا را به 30,000 افغانی تبدیل کرده. مشکلاتتان با واسطه حل کنین انشالله و الله متعال انشالله که شما را کمک کنه. بفرمایین اینی مبلغ 30,000 افغانی تان و اینی هم مبلغ 200 افغانی که بر ما داده بودین. خداوند در دنیا و آخرت پاداشش نصیبتان کنه. من سپاسگزار هستم. خداوند کمتان نکنه. خیرین زنده باشید. این اشک خوشی دیگه حتما. واقعا اشک خوشی مدد. بسیار وقت میشد که ما 500 1000 بالا پیسه رو نگرفتم. خیر و خیر استفاده. ما خیر ببینید زنده باشید. و خیر استفاده کنین. دوستان عزیز ما لینک ارتباطی میان شما و این خانواده هستیم. در کمال امانت داریم ما وظیفه خدا اجرا میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله.